سلام، خیلی مخلصیم. امروز کی هست؟ یه سئوکار پرحاشیه ولی کاربلد، سید وحید جاویدان عزیز. خیلی خوش اومدی. مرسی مسعود جان از دعوتت. ولی من پرحاشیه نیستم. اگه بودم که میشد اسمم خدای آقا از اول شروع نکن، ما باید به چالش کشیم. آقا وحید کاربلد، حامی جت سئو و محتوا مارکتینگ. آقا من سریع میرم سراغ سوالات چالشی که مخاطبا اذیت نشن. بهترین سئوکار؟ بهترین یه نفر. یه نفر؟ بله. یه نفر نداریم، همه خوبن. نه یه نفر ادوی. ابراهیم حنفی. ابراهیم حنفی خوب. بدترین سئوکار؟ اینو نمیگم. باید بگی. ببین منو وارد حاشیه نمیگم. باید بگی. آقا مثلا منفوره. زیادم داری منفور. سئوکار. محسن حبیبی. محسن حبیبی. خب عاشق سئو نمیشه که. چرا؟ نه بو بذاریم. آدم نباید بترسی. کسی که داره به نظرم شواف میکنه باید بگی. شواف الکی. عاشق سئو هستی؟ بله. خیلی که ببین تو مسیر میری عاشق‌تر بشی. پول عشقم میاره. پول عشق قشنگ. آقا من شنیدم از سال 90 ولی تو سئوکاری اصلا مگه سال 90 سئو بوده؟ الان سئوکارا ناراحت. سال 90 قبلش من سال 88 اولین مارکت وردپرس ایران بودم، یعنی فروشگاه فروش قالب بخشونه وردپرس در ایران. دیگه ژاکت فکر کنم 95 96 اومد، راستچین 91 2 اومد. لینک اول فروش قالب من بودم. الان انجام میدی؟ نه بیزینس هم دیگه 3-4 سال بود، تو اوجش بودیم دیگه، کسب و کاری یواش عوض شد. اسم سایتشو دارم، وردپرس سیتی wpct.ir. بله من که میدونم واقعا سایت خوب. بعد اون موقع من شنیدم تو CD میفروختی. آره نه تو میدون انقلاب ولی کجا؟ اینا رو دیگه به من هم بچه کسی که اینجا میشینه، من با 3 تا دوستای صمیمی صحبت میکنم، گوگل سرچ میکنم، پیج اینستا رو درو میکنم تا به این سوال وقتی سایت هم بالا بود درخواست آموزش بود خیلی داشتیم. همون سال 90 89 90 با یه مجموعه همکاری کردیم در قالب پکیج های CD که اونا پکش رو میزدن، قابش رو میزدن و به صورت مویرگه، نه مثل الان قالب CD که نصب میشد پلی میشد میفروختیم. سیستم اینطوری بود که CD ها رو میبردیم تو فروشگاه های فروش کتاب انقلاب اینا، بعد یه هفته بعد یه ما واسه چند تا فروختی چقدر باید بدی اینجوری. بعد پشتیبانی که نداشتی؟ پشتیبانیش در حد شما تلفن ها ایمیل های سایت ما. سیستم خیلی سنتی بود. خیلی جالب. من سخت‌ترین کلمه‌ای که آوردی بالا؟ سخت‌ترین خیلی یه دونه. تو حوزه زیبایی خیلی کار کردم. بله زیبایی میدونم. تو خود وردپرس خیلی بالا بودم. زیبایی چه کلمه‌ای رو آوردی بالا؟ همه کلمات، کاشت مو، زیبایی، جوانسازی، پیکرتابشی و خیلی زیبایی از یه جایی به بعد قبول داره ولی از یه جایی به بعد ترکید، یعنی خیلی سخت شد. متفاوته. خیلی سخت شد. خب نه آخر میپرسم. لیست رو من نه هر کاری کرد نداشتم. احساس میکنم عاشق سئو داره. آره دیگه. خیلی چون پول داره برام. خب من قرار آخر نمیدونه اینجا یه لپتاپی گذاشتم که بیارم یه سرچ کنسول رو باز کنم و یه سرچ کنسول یه مشکلی داره که باید تو 50 ثانیه مشکل این سایت رو بگی. نه چرا نه؟ سئوکارا یه ترفند دارن. چه ترفند؟ بستگی داره. بستگی نه بچه، یه مشکلیه توی یه سایتی پیش اومده که کلن صفر شده. نه خب واقعا نمیشه تو یه لحظه نگاه کرد، خیلی از فاکتورها. حالا 50 ثانیه وقته آخر. خب ما یه حرکتی هم داریم اسمش زوه. باید رو به دوربین زو بکشی. رکورد فکر کنم 29 ثانیه است. آماده بودی بریم؟ وایسا من سئو چه ربطی به زو داره آخه واقعا. منم حق میدم واقعا. بریم 3 نه دیگه نفس اما من زو اینجوری بگم. آره رو به دوربین زو میگیری. 3 2 1 زو.
29 5 آقا رکورد جابجا کرد. رکورد جابجا آقا آبی چیزی نداریم. آقا یه جمله میخوای به پدر مادرت بگی که تو این سال نتونسته بهشون بگی؟ واقعا تنها چیزی که میتونم بگم هر کاری بکنم نمیتونم جبران زحماتتون رو بکنم. نمیشه. واقعا پدر مادر یه هر کاری اصلا هر عجیب. کاری نمیشه. یه جمله بهشون بگو. گفتم دیگه. نمیشه. دستتون رو میبوسم، پاتون رو میبوسم. انشالله که سایتون بالا سرم باشه. ایشالله سایه پدر مادر رو بالا سر همه جوونا باشه. خب آقا چی تو زندگیت شد که اون آدم سابق دیگه نشی؟ یه اتفاقی، یه داستان عجیب غریبی که یه دفعه بگی من دیگه متحول شدم. من متحول که یا همون داستانه داری میری همون نه داستان از متحول بچگی؟ نشدم. من یه رویه دارم خودم رو با شرایط وقف میدم. یعنی این تبحر رو دارم، این قدرت رو دارم همیشه از فرصت، از تهدید استفاده کنم تبدیل به فرصت کنم. آفرین. یعنی روحیه همون دارم. یعنی هیچ وقت نشده که مثلا وابستگی به چیزی ندارم. بزرگترین اشتباهت که درس بزرگی بهت داده؟ همه گفتن اشتباه که کارمندی تو فلان جا مثلا. نه ببین از هر چیزی باید درس بگیری آفرین. که برای ارتقاش. اشتباه نگردم، یه درس گرفتم. تا درس نگیری نمیتونی یاد آفرین. بگیری. حالا بزرگترین اشتباهت که درس بزرگ گرفتی؟ باید بگی رد شدن نکس نداره، مافیا نیسته. اشتباه الان نمیدونم واقعا. نمیدونی؟ فکر کن تا آخر برنامه بگی. بدترین خواننده؟ خواننده من میگم همشون خوبن. یه دونه بدترین داریم. من به نظر من هر خواننده هر موزیکی طرفدار خودش داره. نه، یکی از مثلا نظر من بد باشه، از نظر یکی دیگه خوب باشه. لحاظ شما من کلا وابسته همه چی گوش میکنم. مثلا من به نظرم بدترین خواننده حامد همایونه. شما باید یه خواننده بگی. همشون رو دوست دارم. باید بگی نشون چیز بدی وجود نداره. مگه این خلافش ثابتش. برای من ثابت نشد. شما سبکت خوشت نمیاد. من حامد دوست دارم، خیلی حامد همایونو دوست دارم. همشون خوبن. بهترین خواننده؟ باز همشون خوبن. یکی باید بگی، نمیتونی رد کنی. بهترین تازه سوال اضافی کرد. سخته انتخاب. نه. من چون زیاد اینکه وابستگی نه اهل موسیقی گوش میکنم، ولی خب هر موسیقی جای خودش داره. تو ماشین یه چیز گوش میکنیم، تو خلوت یه چیزی. شاید اونی که تو خلوت گوش میکنی تو ماشین به دردت نخوره بگی بده، به خاطر اون نمیتونم انتخاب کنم. هر چیزی جای خودش به نظرم خوبه. بدترین فوشت؟ دیگه اینو میتونی بگی دیگه. سعی می‌کنم جواب بپرسم. بعضی از فوشا لقب حساب میشن دیگه. میگن هرچی کش داشته باشه میشه بد. فوش کشدار زیاد کش دیگه. یکی مسئول کشه، کش میکشه، سیم میکشه. خب چیه اینا میپرس؟ چه ربطی به سئو داره؟ خب آقا گوشی تو بیار. گوشی؟ دو تا کار میخوام کنم. یکی میخوام من اهل این چالش مایزه نیست. گوشی آخر مخاطب نمیاد زنگ بزنم فلان کنم. نه چی میخوام بازیات ببینم چه بازی داری؟ چه بازی داری؟ بازی؟ واقعا؟ آره. میشه خودم ببینم؟ میدونم شخصیه ولی میخوام فقط گیمتو ببینم. خب تخته و بیلیاردت خوبه؟ تو چی ادعات میشه؟ آنلاین یا واقعی؟ نه آنلاین. یه حالا سابقه از من گیمرم، یعنی از بچگی که آتاری بوده و کنسله. آره. خب بازی آنلاین واقعا تو همش بازی میکنم، از بچگی بازی کردم، الانم بازی میکنم. تو آفلاین هم باز حکمه بچه. این گلساس که بغلی نمیبینه اسمش هم سلطان و حکمه. خب اینو من آخر بازی میکنم باش که البته حکم من زیاد بلد نیستم، من تخته فقط بلدم. تخته من باید سر مثلا بازی میکنم. اهل گیم هست یا نه؟ آخرین 5 منت هم بخونم. نه دیگه نه چی بود؟ خب آقا پس گوشی خدا رو شکر اینم تیکش. آقا از کی خیلی انرژی مثبت میگیری؟ کی یا چی؟ اول از چی بعد از کی؟ از خودم. حالم خوبه همیشه. خدا رو شکر.
همیشه حالم خوبه، در بدترین شرایط باز حالم خوبه. از چی هم؟ از آفتاب. نه بابا من آفتاب خیلی دوست دارم. برعکسش از بارون بدم میاد. بی مصرف ترین اختراع بشر؟ بی مصرف ترین چی این سوالا؟ مثلا یه چیزی بگی این چی اصلا نباید اختراع میشد؟ نوشمک. چی بگم؟ همه میگن موبایل، ولی خب چون کار موبایل رفت، ولی به نظرم بی مصرف نیست. خفن ترین آبروریزی که داشتی میگی یا بگم؟ چون میدونم. آبروریزی یعنی چی؟ یه جا مثلا رفتی مثلا یه سوتی بدی دادی، یه آبروریزی کردی. مثلا دیروز مثلا دیروز یه مهمونی داشتیم که کارگردان بود، گفت میکروفونم وصل بود توی سالن، نمیدونستم. بعد یه بچه اومد گفت من دستشویی دارم، گفتم تو هم همش شاش داری، میگفت این پخش شد. بعد من نرفتم مثلا، یعنی نیومدم رو سن صحبت کنم. یه آبروریزی پیش میاد دیگه. دیگه خصوصیه. بعد بگو دیگه یه دونه چی بگم؟ آبروریزی خودم دوباره بگم. 4 نفر میدونستم. حواست نبوده دیگه، پیش میاد. زیپ شلوارم خراب. کجا رفتی؟ امونی. چیه این سوالا میپرسی؟ آخرین کتابی که خوندی؟ آخرین کتابی که خوندم کتاب خودم آوردم بعد برنامه تقدیم میکنم. آغازگر بازاریابی. بله. کسی که یعنی خاطره یک تفنگدار دریایی ترجمه کردم، اینکه این روحیه رو در خودش داره که تبدیل به یک کارآفرین میشه، یعنی بیزینس پلن داره، یعنی بیزینسی افکارش. مترجمش بودی یا ترجمه کتابم چاپ 2023 از کتاب‌های نمیگم پرفروش ولی خب خوبه آمازونه. بخونید حتما. چه جالب. خصوصی ترین خصلته؟ خصوصی ترین خصلت مثلا شلوار زیر من شلوار همیشه میپوشم. یه مهمونی داشتیم بذار به چیز بگم. یه مهمونی داشتیم بعد گفتش که من شلوار همیشه زیر میپوشم. خدا شده یه دفعه تو برنامه در آورد. گفت نگاه کن اینا شلوار زیر پام. گفت اینو هیچکی نمیدونه ولی از الان دیگه میدونم. حالا یه مثلا اینجوری مثلا یارو ژیلت میزنه به دیوار. اینا خصوصی ترین خصلت چی؟ آقا باید بدونم مردم خصوصی ترین خصلت چیه. آخه جوراب میپوشم همیشه. نه چی بگم این چیزایی هر روز دوش میگیرم. چه چی بگم آقا دنبال خصوصیات نه، اینا چیزای خصوصی. مسیر درست بوده؟ وحید جاویدان مسیرش درست بوده؟ مسیرمو چون خودم ساختم بله. یعنی اگه برگردی عقب، حالا یه ذره کلیشه‌ای ها، ولی برگردی عقب هم مسیر انتخاب میکنه. قاعدتاً برگردم عقب خیلی بهترین مسیر رو میام، چون خیلی از فرصت‌ها رو از دست دادم، خیلی از شاید میتونن مسیرهایی که بعداً متوجه میشی رو بهتر انجام بدی. قاعدتاً عقب برگشتن خیلی دنیاش متفاوته، ولی از خودم راضیم. خدا رو شکر. آبی یا قرمز؟ قرمز پرسپولیس. تراکتوری درستیاره؟ تراکتور درخشان ترکی بین میرم. لذت بخشنی حس دنیا توی یه کلمه یا جمله؟ نه لذت بخشنی حس دنیا توی یه کلمه. بی خیال بودن. یه چیز جالب تا حالا هیچ کی لذت بخشنی حس دنیا رو تو این 100 تا مهمون هیچ کی شبیه هم نگفت. یکی گفته مادر، یکی گفته خواب، یکی گفته غذا، هیچ کی شبیه هم نگفت. بی خیال بودنم تا حالا کسی نگفت. جالبه. خب میریم سراغ سوالات فلسفی. مثل همین شلوار رو نمیدونم این بهتره. خب وحید جاویدان دوست داره چطوری بمیره؟ بخوابم چشممو ببندم دیگه باز نکنم. خدا نکنه البته تا بگم. یعنی خیلی راحت. صدای رعد و برقم چه حس بدی. بارون خوشم نمیاد. بارون که میاد. عشق چه رنگیه؟ نه سوال فلسفه. آبی بنفشه ولی خب آبی هم میشه. وحید جاویدان پشت نداره. من اذیت میشم. پشتی میآوردم. من دارم اذیت میشم. من نشست. دیسک 4 و 5. شما قدرتمندترین فرد جهانی چیکار میکنی؟ قدرت هر کاری میتونی بکنی تو جهان. عدالت.
نمی‌کنی. چرا نمیکنم؟ بعد عدالت. نه لذتی که تو عدالت هست انتقام نیست. لکی نگو بابا. نه واقعا حس خوب داره. تقسیم، مساوات، همه راضی باشن. اونی که ناراضیه این یه چیزی ازش میگیرن. آفرین. سوال بعدی عدالت یا انتقام؟ انتقامو نیستم. کلا عدالت دوباره. یا عدالت یا بیخیال شدم واسه. بعضی چیزا رو خود سرنوشت جوابشو میده. آفرین. آقا اولین کسی که ساعت رو اختراع کرده کجا بدونسته ساعت چنده؟ از اونی که داشته پرسیده. نه جدی سوال فلسفیه، جوابش هستا. نمیدونم. همینجوری گفتم ساعت 2 شروع کنیم دیگه. یعنی الان ساعت دقیق نیست، میدونستی؟ همه چیز به قول رفیقم واسه من همین مهمه. نه واسه ساعت هم بفهمیم. نه همه چیز صفره. از چیز فهمیدی دیگه، از نور و خورشید و چرا به هر کی پیرتره بیشتر اعتماد میکنن؟ تجربهش بیشتره. چرا ربط داره؟ یه جوان میبینه خیلی قوی تر از یه کسی که خیلی تجربه داره. شاید بروز نداده، نشون نداده. نه یه ضرب المثلی که میگه هر چی پیرتر بیشتر اعتماد میکنن، ولی من میگم که چرا باید اینجوری بشه؟ چرا اینجوری نیست؟ نسبیه، همیشه هم اینطور نیست. چرا کف دست و پامون نداره؟ چون لازم نبوده. یه ذره فکر کن. نه چرا لازم نبوده؟ نیاز نبوده دیگه. چرا مثلا صورت ریشت اون لازم. دقیقاً چون لازم نبوده. آفرین. اولین نفر رو درست گفت. چه توصیه داری برای کسایی که تازه شروع کردن میخوان سئو رو یاد بگیرن؟ وای من از فلسفه تموم شد. فلسفیان تموم شد. نه وحید جاویدان یه کسیه که از سال 88 داره سئو کار میکنه. چه توصیه داری برای کسی که تازه میخواد سئو رو شروع کنه؟ ببین من سال 91 مدرس رسمی مشترک فنی تهران بودم. توزیع طراحی سایت و سئو. 4 تا شعبه تدریس میکردم. ونک، پیروزی، نارمک، سعادت آباد. خیلی دانشجو اومده رفته. مثلا 20 نفری که داشتم شاید 1 نفر سئو کار میشد. تدریس سرفصل برای همشون یکی بود. ولی اون کسی که واقعا دوست داشته کار بکنه رفته دنبال یک کار عملی. من خودم اینجوری شروع کردم. یعنی همون اوایل این سایتی که داشتم دنبال مشتری بودم. مثلا نمونه کار و این همه سایت اینا نبود. مثلا آقای فلانی میشه سایت تو من برای سایت بزنم، رایگان برای سئو کنم. تا کسی نره روی پروژه عملی خودش، حتی سایت شخصی خودش کار نکنه یاد نمیگیره. سرفصل، توضیحات، آموزش برای همه یکیه، ولی اون کسی موفق میشه که روی پروژه واقعی کار کنه. درست. تجربه کسب کنه. واقعا درسته. خیلی قبول دارم. خب وحید یه پاکن داره یه مداد. چی رو اضافه میکنه چی رو حذف میکنه از دنیا؟ از دنیا؟ آره. من تو کار خودم نون و ماست میخونه یه گوشه نشستم. کار دنیا یه چیز داری مثلا میتونی از گذشته مثلا بگی فلان جاشو پاک میکنم فلان چیزو اضافه. اگه بخوام از دنیا یه چیز حذف کنم فاصله ها رو حذف میکنم. یعنی هممون یکی، حالا شاید یکی نژادش، زبونش، لهجه، هر چیزی، ولی هممون انسانی. فرق بین انسان خب چی رو اضافه میکنی؟ انسانیت، اخلاق. من یکی بود. دیشب داشتم فکر میکردم وحید، گفتم که خود من چی رو حذف میکنم. بعد فکر کردم گفتم که مثلا تو 15 سالگی حسابمو پاک میکنم میزنم مثلا 100,000 میلیارد میتونم اضافه کنم. بعد گفتم نه مگه همه چی پوله. الگه جلو دور خب شاید باورت نشه ولی سوالای من تموم شد. این سوال سئویی هم من اصلا ندارم. خب آقا من واقعا نه آقا میرسیم به جای جذاب بریم سراغ سرچ کنسول. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه این سرچ کنسوله خیلی اوکی بوده. توی 3 ماه اینجوری رفته بالا یه دفعه افتاده صفر. الان از که 20 من بعد الان باید اینو نگاه کنم. واقعا ببین اینجا
نمیخوام و نمیتونم و اینا نداریم. خب حالا این میاد بالا که اومد بالا. خب بخشت ساعت هم میخوام زمانتونم گرفتم. خواهش میکنم استفاده کردم موارد خیلی فلسفی چالشی خصوصی. آخه ما اول چیز میکردیم بعد دیدیم برای دیگران زیاد جذابیتی نداره، مودم باید داشتم کنیم. اوکیش کن. خب بفهمید 50 ثانیه وقت داره. مثلا من سورت کنم یعنی چی به چی. 42 ثانیه. سی ثانیه. این تاریخش حالا من این چیزی که الان میبینم دیگه، حالا هم باید بیشتر بررسی کنیم خیلی از فاکتورها رو، خود سایت و تکنیکال سایت. این بعد آپدیت 25 آگوست خوابیده سایت. آفرین. هلفول کانتنت. خب چرا؟ باید ببینیم فاکتورهای هلفول کانتنت و آپدیتش رو نگاه کنیم ببینیم چی تو سایت داره نداره، محتواش چیه. حالا به نظر تو اولیش مشکل از چیه؟ بیس کار محتواست. یعنی محتواش مشکل داره؟ نه من ندیدم، ولی آپدیتی که هست در خصوص برو محتوا ببین. و لینک. برو محتوا تایم داری آقا. 50 ثانیه تموم شده ولی دیگه به 30 ثانیه دیگه وقت نداره تایم. برو ببینش. نه لینکش سریع بزن بهش. اینجا حالا بعدن اینا نداریم. همینجا ایراد سایتو میگیری میری. بچه اینا پروژه هایی که تحویل همون شده. تو گروه اون روز یکی پیام داده بود سئو چند. چیه سالا واقعا نمیشه گفت. خب کلی ابزار باید استفاده کنیم، بک لینکاشو نگاه کنیم. یه ایراد اساسی داره که اون سایت دان شده. دان شده اون صفحه کل سایت که دان شده خوب دان شده ولی یه دفعه صفحه دان دیگه. حالا بدیهی ترینه دیگه، این حالا لندینگ شما 3 تا اچوان داره به چیزی که الان دارم. خب چرا باید دان شه؟ دان شدن شاید به این ربط نداشت. میگی نگاه کن ایرادایی کسب بدید. ایراد تگاش، بحث تگینگش، هدینگاش مشکل داره، محتواشو محتوا با هوش مصنوعی هستی ولی تو محتوایی که ببین الان این رو ببین من کانتنت محتواشو یه پاراگراف کپی کردم تو سایت رقیب حالا چیز داره میاره، یعنی محتواش کپی هستن. با هوش مصنوعی نوشته این محتوا. این محتوا با من هوش مصنوعی رو مخالفش نیستم، ولی نحوه استفاده اون اگر طبق استاندارد نباشه خب شکست. ما بعد از یه عالمه تحقیق متوجه شدیم که این صفحه سر محتوای هوش مصنوعی دان شده که همون اشتباه بود. هیچ کاری روش انجام نشده. محتوا رو باید از ابزارها استفاده کنیم، ولی نحوه استفاده این نیست که یک دستور آقا اینو برای من بنویس همینو کامل کپی کن. اینجا عملا از کجا میاد؟ از سایت این منبع میاد. اون نحوه استفاده است که من در خصوص هوش مصنوعی کلیاتش رو بخوام بگم اینه که جای سئو و سئو کار رو نمیگیره، ولی اگه سئو کاری نخواد از ابزارهای ای آی هوش مصنوعی استفاده کنه از غافل عقب میمونه. درست. بخوای نخوای باید با مسیر پیشرفت خودت سازگار کنی. خب اوکی ولی جا سوالی تشکری. خیلی تشکر میکنم از این سوالای خصوصی فلسفی. نه یه سوالی که مثلا نپرسیده باشم در مورد سئو، در مورد زندگی، در مورد کسب و کارت الان راستی چیکار می‌کنی وحید؟ یه چیزی هم بگم، چیزی که من آماری که من در آوردم وحید جزو کسایی که خیلی صبوره، واقعا شوخی کردم اولش و فوق العاده سر یه جورایی مشتریاش حساسه اونجا که من شنیدم، یعنی سر پروژه هایی که میگیره خیلی حساسیت داره. جدا اینکه مدیر پروژه داره، مدیر سئو داره، خودش هم یه وقتایی ورود میکنه. چرا؟ من تیم رو یه طوری چیدم که کارفرما اعتماد کامل به خودم و تیمم داره. یعنی
هر لحظه‌ای که کار داشته باشن، چون بعضی از پروژه‌ها مثلا ایران نیستن، یعنی تایممون به هم نمیخوره. من کانادا پروژه دارم، دبی پروژه دارم، ترکیه پروژه دارم. تایم مثلا وقتی کانادا صبح اونا شب ما صبح اوناست. دیگه عادت کردم پیام میدن دیگه، حالا اگر خواب نبودن تو اون لحظه جوابشون، اگر آنلاین بودم یا دسترسی داشتم در لحظه جواب میدم. یعنی اون حسی که کارفرما با خیال راحت کارش رو سپرده به من، اطمینانه رو بهشون دادم. یعنی دیدم برای تمام پروژه ها اینطوری، هم بچه‌ها رو این توصیه کردم و کامل درک کردم. کارفرما رو به دید مشتری نگاه نمی‌کنیم، به دید پول نگاه نمی‌کنیم. یعنی پروژه اونها رو پروژه خودمون می‌بینیم. اگر من برد کنم اون برد کرده، اگر اون برد کنه من برد کردم. چقدر خوب. اسم شرکت جاویدان مارکتینگ. اسم قشنگی. آها فامیلی فرستادی. خواهد یه چه سوالی نپرسیدم. سوالای سئویی نه سئو، چون مخاطبامون یه خورده مخاطب عامن. حالا دیگه عام بودم ولی دیگه خصوصی تو جا ریزی کردی دیگه. نه گفتم ریاکشنی که مخاطب گرفتیم مثلا همین در حد همین 2-3 تا سوال سئویی به نظر من کافیه، چون مخاطبو خسته میکنه. و یه چیزی هم بگم، این برنامه‌مون کی هسته اسمش، حالا باید تو در جریان هستی، هدفمون اینه که اسم افراد بمونه تو کی هست. یعنی ان شاءالله که همه تو کی هست بمونه یا تا توی اینترنت بمونه؟ توی اینترنت، یعنی اسم طرف بمونه، خودش هم اگه خدایی نکرده رفت اسمش بمونه، زندگی نامش بمونه، رزومش بمونه، چه کارهایی انجام داده اینا بمونه. یعنی هدفمون تو کی هست اینه. یه جورایی شاید ویکی‌پدیای ویدیویی باشه، یه جوره ماندگار بشه. دقیقاً شعارمون دیگه، با کی هست ماندگار شوید. عالیه. آقا شعار رو بذار اینجا بگم. شعار کی هست و وحید جان کمکمون کرد و وحید گفته و خیلی قشنگ، با کی هست ماندگار شوید. خیلی قشنگ. حالا نظرت چیه راجبش؟ ایده جذاب و خوبیه. جا داره که این خلایی که تو هر حوزه هست، این گوشش هم شما گرفتین. توضیح وب خیلی خلای داره، خیلی. یعنی بعد میخوایم خیلی روی راستی آزمایش کار میکنیم که هر کسی نتونه خودش رو ثبت کنه. یعنی یه 3-4 تا مرحله داریم که هر کسی نتونه خودش رو ثبت کنه. ببین این رو من با بخشش موافقم، با بخشش مخالف. حالا تو اون بخش تجربه کاری اینا شاید به عنوان یک تجربه کاری بگم، بعد برگردم سمت شما. من زمانی خودم سایت داشتم، بیزینس عوض شد، به یه جای اسم 93 نجار دیگه کلاس اینا پر بود. گفتم دنبال چی باشم؟ پروژه باشم. چیکار؟ یاد داشتم که چطور سایت میزنم. خیلی سایت خودم زدم به اسم افراد، به اسم بیزینس آوردم بالا، اجاره میدادم یا میفروختم. بله. یعنی اینی که میگین هر کسی اسمشو نیاره تو دنیای وب این نمیشه، سخته میدونم. حالا میگم مشتری داشتم سال 92 گفت آقای جاویدان، آقای مهندس، من جزء هیئت علمی دانشگاهم، دانشیارم، هیئت فلانم، اسمی از گوگل ندارم، فلان پزشک مثلا تخصصش از زاهدان گرفته، حتی فوق تخصص هم نیست، تو این تخصص بالاست. گفتم آقای دکتر دیر بیدار شد. یعنی هر کسی میتونه فعالیت. دقیقاً. من مخلص همه کارفرماها هستم، ولی تجربه منه ولی جایی کار میکنید، من 3 سال مدیر سئو یه جایی بودم، بعدن گفتن این نبود اصلا کلا. جایی کار میکنید ازش قشنگ تولید محتوا کنید، داشته باشید که بعدن کارفرما نتونه اونو واسه خودش بزنه. حالا بالاخره شما داری زحمت میکشی به عنوان مدیر سئو، کارشناس سئو، فرق نمیکنه، تولید محتوا خوب نیست متاسفانه. آقا خیلی مخلصیم. قربون شما، زنده دم شما گرم. آقا سوالی چیزی یه تشکرم میتونی روی این دور داشته باشی. خیلی ممنون از مسعود جان از برنامه کی هست. انشالله که برنامه پرباری باشه، هم برای خودشون هم برای کسایی که دعوت میشن و واقعا ماندگار بشن و به قول شاعر بماند به یادگار. دست شما درد نکنه. خیلی مخلصیم آقا، این لحظه آخره. آقا چاکریم. خیلی مخلصیم. فردا چم چاکرم. فردا چم. حامی جت سئو و محتوا مارکتینگ.